نصيحة. دین نصیحت است. غارات عنيفة، لكن لم نتوقع أن هذا المكان أصبح بهذه الدرجة. این دعوت سرزمینی مبارک به امت اسلامی و ارتش‌هایش است. ای ارتش‌های مسلمانان، یهودیان پس از زبان یک کردن با حاکمان کشورهای ما به ما حمله می‌کنند. مشکلات فلسطین و مسجد الاقصی باید با دستان امت اسلام و ارتش‌های مسلمانان حل شود. فقط همین طور ما می‌توانیم به ظلم و ستم ظالمان خاتمه دهیم و هدفهای آنها را برباد کنیم. امروز به افسران و سربازان مسلمان، به آنهایی که این یا آن رتبه حربی دارند، به آنهایی که سالها معاملات سلاح را آموختند، از تعلیم حربی گذشتند مراجعت کردنیم. شما درباره چی آرزو میکنید؟ ای امت قرآن، ای امت اسلام، ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، آیا شما مسلمانان فلسطین را میگذارید که تنها بجنگند؟ کجایند مردان؟ کجایند ارتشها؟ کجایند مجاهدینی در راه الله؟ غزه خراب کرده می شود. غزه ندا می کند ای اسلام، ای معتصم، یاردم کنید. غزه به کمک ارتش مجهز نیاز دارد. غزه به جهاد در راه الله نیاز دارد. جوانان اسلامی باید یک چیز را درک کنند: رژیم های موجوده با آنها مقابلت کرده نمی توانند. آنها باید به حرکت آیند. بس از در نزد اکران ها نشستند. وقتی به کوچه ها برآمده تاریخ را ساختن رسیده است. جنگ باید با جنگ پیشواز گرفته شود. به امت اسلامی و امت جهاد لایق نیست که غزه را به شفقت دشمن گذارد. تعرف في منكم محروق اكثر مني وبيعمل واجبه، بس واجبك مش تهب اليهود، واجبك عيب على الضابط اللي بأمرك، عيب. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند، پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما آبونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات می‌گردد.